درود به دوستان فوتکست، خیلی به اپیزود 11 خوش اومدید. این اپیزود در مورد بازی 1/8 رو حرف بزنیم. ما یه چیزی بگیم، ما یه اپیزود 1/4 میریم، بعد از 1/4 یه اپیزود هم بعد از نیمه نهایی، یه اپیزود هم بعد از فینال، تا مجموعاً با 14 اپیزود کالکشن جام جهانی فوتکست رو ببندیم. اینو گفتم که بدونید. بریم شروع کنیم. کانادا مراکش. خب به اپیزود 10 به خوش اومدین. امیدوارم از این یک اپیزودمون هم مثل قبلی لذت ببرین دوستان. کانادا مراکش یه بازی کاملا بالانس بود تا نیمه اول برام. ریدم تو بازیت مراکش. چقدر تو خوششانسی، کثافت آشغال. یعنی نگاه کن، واقعا درسته 3 گل زدن ولی تو بونو رو داری مراکش. خوششانسی اصلا نه، خوششانسن چون بونو رو اگر بونو نبود قطعا این بازی 3-0 نمیشد. به قطعیت میگم اصلا کانادا میبرد کاملا. 3-0 برعکسی میشد کاملا. تیم ببین اصلا ما نمیتونیم خورده بگیریم به کانادا و همچنین نه کانادا بگو شاگردان جسی مارش. همچنین نمیتونیم خورده بگیریم به مراکش، چون اونا یه دروازه‌بانی شگفت انگیز دارن. ما در مورد ووژینا حرف نزدیم تو 10 الف. چرا حرف نزدیم دیگه؟ نیاز به حرف زدن ما نداره. خدا کنه ترانسفر بشه به نظرم. یعنی شد رئال بتیس. ووژینا رفت به رئال بتیس. هیرویگو خورد. خوبه ووژینا رو تو بتیس می‌بینیم. وای با آنتونی کلاپس میده. ووژینا مربیشون هم چی بود اسمش؟ پیرمردیه، پیرمرد با تجربه. اسمو هم دارن. ایگلسیاس رفت از چیز؟ ایگلسیاس خود چیزه، سلتا ویگوه. رئال بتیس نبود؟ نه سلتا ویگو. 2-3 سال سلتا ویگو. نمیدونم قبلش. خب در مورد مراکش دور نشیم. اونها یه دروازه‌بان بی‌نظیر دارن. الان سلتاست. در یه دروازه‌بان بی‌نظیر دارن به نام آقای یاسین بونو. ایشون تو 2022 درخشید و ترانسفر شد الهلال. ما گفتیم دیگه داخل 2026 35 سالشه. افت میکنه طبیعتا. تو الهلال سب به هر حال فشار بازی‌ها کمتره. اما میاد و پنالتی ایستاده میگیره و کلینشیت میکنه و یه دست و یه انگشت و اون توپی گرفت که از گوشه تیر اول زد. آره چی گرفت؟ چی بگیم؟ و سایباری که مصدوم شد و امیدوارم که به فرانسه رسیده باشه. من امیدوارم خیلی زودتر اینا برسه. نه میرسه. آخه مصدومیت اومد نشست و نیمکت. آره شدید نبود. خدا رو شکر جدی نبود. نه عضلش نگیره بیشتر. اوناهی گل زد بعد از یه مصدومیت نرم در آوردش. واقعا خوب جرأتی داشت که بهترین بازیکنش رو اینطوری در آورد. اوناهی 2 گل زد. پاس گلاشون رو اشرف حکیمی و برایم دیاز دادن و گل سومم سفیان رحیمی زد که بازم برایم دیاز پاس گلش رو داد. این برایم دیاز خب احساس میکنم یا تو رئال بلد نیستن ازش استفاده کنن یا اصلا بازیکنی نیست که بخواد تو رئال بازی کنه. یعنی رئال خیلی براش مثلا پر ستاره است، جز اون دسته ستاره‌ای نیست. تو میلان خب خیلی بهتر. واقعا آخرین کسی که میخوام در مورد برایم دیاز نظر بده شمایی عزیز دلم. ببین ببخشید ولی برایم دیاز واقعا یک سوپر استار بود. داخل رئال مادرید هم وقتی که از قرضی میلانش برگشت باز هم بازیکن عالی بود. تو چمپیونز لیگ جلو اتلتی و اینا گل میزد براشون. واقعا چندین بار بازی رو برایم دیاز براشون در آورد. ولی داخل یک همچین رئال مادریدی اونا آردا گولر رو ترجیح میدن. چرا؟ چون که پول دادن باش. بریم سراغ بازی. بعد هم دیگه تا میگم شاگردان جسی مارش. برای آخرین بار بگم چی بگو؟ شاگردان جسی مارش حذف شد. جسی مارش لیدز یونایتد بوده ها، یعنی تو پی ال هم بوده. خیلی مربی چیزی نیست ولی نمیدونم چرا داخل کانادا چندین سال ازش کسی خبر نداشت. یه جوری رفته بود آخر دنیا. پاراگوئه فرانسه که خیلی حرف داره. من میخوام آخری حرف بزنم. واقعا بازی پرحاشیه سنگینی شد و دیگه نمیدونم از این والا دوش بدون عینک ما فکر میکردیم این چیزا رو فقط داخل لالیگا و سری آ میبینیم به سیاه‌پوستای عزیز بی احترامی میشه، ولی نگاه پاراگوئه هم داره اینا. ببین کثافت ترین بازی رو تو این جام جهانی پاراگوئه داشت بیشک. یعنی از اصلا لحاظ تاکتیکی که صفر بودن، اومده بودن فقط دعوا کنن، جنجال کنن، بین اون فوش بدن. داور کی بود؟ چه فاجعه داوری بوده واقعا. تانتاشف ازبک.
یه کارت زرد هم حتی به بازیکن پاراگوئه نداد و بازیکن فرانسه کارت زرد گرفت ولی اونا هیچی نگرفتن. یعنی جالبیش این بود. یک گرفت. آره حذف شد یک کامل. اصلا رفت از انگلیستان تا شف که اولین جام جهانیش هم هست. ببین دو تا چیز داریم ما. پاراگوئه با ذهنیت بازی مقابل آلمان که رفت و با اون بازی کثیف نتیجه گرفت اومد تو زمین. خب تو نیمه اول تونستن چیز کنن، نگه دارن بازیو و انصافا تو نیمه اولم داشتن دفاع میکردن منطقی، یعنی یه حرامبالی بازی میکنن که همه بازی میکنن. اما تو نیمه دوم دیدن که چی؟ دیدن که آقا این دشام الان اگه دوه رو بیاره، چه میدونم چرکیو بیاره و دیگه دفاع باز میشه. یعنی اصلا اومدیم بارکولا شبش نبود، اولیسه شبش نبود، خب این دوتا بیان بازم دوتا تابستارن، بیایم چیکار کنیم؟ بیایم از لحاظ روانی برینیم تو این تیمه. چیکار کردن؟ دعوا و اورلاندو گیل دروازه‌بانشون که هر چقدر جلو آلمان خوب بود اینجا سعی داشت که بیشتر جنجال کنه و در نهایت واکنش به حق امباپه که من خیلی دوست داشتم واکنشش رو، من خیلی مثلا ریاکتاش واقعا منطقی بود. آره. و اگر هم با این اوضاع بازی اگر هم 2 پنالتی نمی گرفت برای فرانسه، بازی میرفت با 120 دقیقه. همون برای آلمان رو می‌خواست، همون برای آلمان سرش، یعنی اصلا بازی میکردن که تو بره پنالتی، که بره پنالتی بازی. و بازی تیمی مثل پاراگوئه که خیلی تیم بزرگی نیست قابل احترامن، شایسته احترامن، اصلا هم شایسته ولی نبودن. این بازی که تو بیای تو این سطح از تورنمنت انقدر کثیف بازی کنی، این دیگه قابل تیم احترام نچسبی بود و واقعا خوشحالم که حذف شدن. و یک بازی یک بار در همین 4 سال جام جهانی ازمون گرفتن. آره فرانسه. نه خدا رو شکر باز می‌شدیم قطعا. ببین واقعا به نظر من آلمان شانس بیشتری داشت تا فرانسه. من نمیدونم تو این جام جهانی، ببخشید اینو میگم، کی داده به این تیمای ضعیف که اینطوری میان بازی میکنن؟ قول و سواری. آیه سیمونه اینا همش تویی ها. میکل کار میکله بابا. سیمونه چند سال داره این کارو میکنه؟ همش من نتیجه اون میبینم. این 3 تاشو که میدونم. مورینیو، آلگری، کی بود اسم نحسش؟ بوردالاس. نه بوردالاس خود شاگردیه. بوردالاس سیمونه، آرتتا. سیمونه نه، این آرتتا هم خودش یک آرتتا کثافت باله. دیگه کی بود؟ همین 3 نفر بودن. نه یکی دیگه هم بود. صدای پاولو رو بشنوید. وای کی بود؟ دوستان تو کامنت ها بنویسید. کسی پیدا نمی‌کنه. و خیلی ناراحتیم. شما چیز کنید من فکر کنم این اپیزودا رو خب به خودمون می‌خواستیم لایو بریم، ولی خب یوتیوب خیلی ما آدمای مظلوم بدبختی هستیم. خب 10-15 تا ساب بیاین بابا بکنین. اینو شورت میکنم قطعا که دلشون برامون بسوزه. 10-15 تا با سیبیلایی که داری نمیسوزه. 10-15 تا ساب. من میدونم مخاطبم چی میخواد، من میدونم مخاطبم چه نوع انسانی میخواد که بشینه جلوی فوتبال حرف بزنه، ولی خب واقعا امکاناتشو ندارم. یعنی اگه داشتم براتون فراهم میکردم. اینو قرار شورت کنم. و شاورده که هم بریم. اگه اینو تو شورت یوتیوب میبینین جون من بیاین. کیروش در سطح. خب اینو بذار من حرفمو با مخاطبم. این حرف نزن فرانچوان قراره زور بزن. آنا جون من اگر میبینید این سابو بزنید، ما لایو فینالو بریم، نگاه نکنید دیگه، اصلا مهم نیست. و یک چیزی که احساس میکنم شما اشتباه درباره ما متوجه شدین، ما نیومدیم به عنوان تحلیلگر فوتبال حرف بزنیم. دقیقاً. ما مثلا من گوزه کسی نیستیم. ما به عنوان نظر میدیم. به عنوان 3 تا طرفدار داریم حرف میزنیم. من طرفدار بارسلونام، ایشون طرفدار میلانه و ایشون هم فن دادیشه بایرن مونیخه. آرژانتین، ایتالیا، آلمان. دیگه تموم شد. آلمان چیه؟ نمیشناسم. انکار میکنه. این اینفوگرافی ما. بریم برزیل نروژ. انتظارشو داشتیم. تو پیج فوتکست در مورد نروژ که بازم اونم هیچ کی ندیده، داخل در مورد نروژ هم حرف زدم، در مورد برزیل هم حرف زدیم. برزیل خیلی بد بازی کرد. تو تمام کنندگی افتضاح بودن. نروژ از اون ور مزد چی رو گرفت؟ مزد صبرش رو گرفت. آره. یعنی 70 دقیقه صبر کردن و به وقتش رگنار رو کرد و اومد 2 گل زد و بازی در آورد. نظر چیه؟
و نظر شخصیمو بخوام بگم اینه که هر چقدر وینی حالا 2 تاشو داره دیگه، خودتون تا تجربه و هر چقدر هم وینی میمونه حالا اصلا میمون نیست. آره دی امباپه چیزی به تو هم گفتم. ببین این که داخل جام جهانی وینی بتونه پنالتی بزنه و نمیزنه و میده به گیمارش یا پاکتا بود میده به گیمارش بزنه، نمیفهم یعنی چی؟ مگه تو اصلا جز تیم ملی نیستی؟ ببین خب آنچلوتی گیمارش رو انتخاب کرده و رو حرف آنچلوتی وینی قبلا نشون داده که میتونه حرف بزنه. بله می‌خواستم دقیقاً همین بگم، وینی خیلی میمون‌ترین حرفاست که بخواد حرف شنیده کنه آنچلوتی گوش بده. چون قبلا هم تو رئال مادرید دیدیم که جلو بازی با اتلتی بود تو یو سی ال پارسال که وینی پنالتی خراب کرد و آنچلوتی اصلا می‌خواست امباپه پنالتی بزنه. یعنی این سابقش هست و وینی به نظرم نمی‌خواست که تقصیرها گردنش بیفته. و چیزی که اتلتیکو که گفتی یاد سال 23 24 بود کی بود که اتلتی اینتر رو حذف کرد، مارتینز پنالتی زد بیرون، همون 23 24. آره. اصلا دروازه یان اوبلاک مگنت دارن گوشه هاش، توپا برن اونور نیان سمتش. جدی میگم هیچ وقت بازیکن بزرگ نمیتونه رو پنالتی به اوبلاک گل بزنه غیر کریستیانو رونالدو. رایان هم خیلی مزخرف بود. ببین مرسی که رافینیا رو بازی ندادی، چون من طرفدار بارسا، مرسی نذاشتی معصومش تشدید شه، ولی خب داری حذف میشی. آنچلوتی دقیقه 80 و رافینیا رو بیار، هیچی که نباشه به هر حال یه بازیکن تاپ لوله که شاید مثلا یه شوت بزنه یا بره تو دروازه نیلان. و پایان نیمار پایان تلخی بود طبیعتا، با گل همراه بود حداقل. ببین اون 1 دقیقه آخر نیمار جلوی نیلاند تمامی کرگرشو داشت توضیح میداد. فکرم نایلاند. آره واقعا اینکه همیشه اون حاشیه رو دوست داره، دنبال حاشیه. آره دنبال داستان. دقیقه 96 عقبی داریم حذف میشیم، کاری نیست، گل بزن سریع بیا برگرد. ولی این که هممون توی این 3-4 سال تنها وقتی که نیمار رو دیدیم الان بود. یعنی همه حرفا درباره نیمار زده میشه ولی امروز بود که ما نیمار رو دیدیم. یعنی مثلا به جرات بگم 3-4 سال نیمار رو ندیدیم مثلا. آره. امروز که نه اون روز دیدیمش. و شما این نظر رو فکر کنم قبول داشته باشین که فدراسیون برزیل آنچلوتی اوورد که از اون دید خیلی زیاد مربیای برزیلی به لیگ برزیل جلوگیری کنه، یعنی بازیکن از لیگ برزیل کمتر دعوت کنه. اما خب همون اشتباه و انگار آنچلوتی اومد تکرار کرد. 2 تا فولبکش از لیگ برزیل آورد. نه خب کسی دیگه این نیست. وسلی که مصدوم شد ولی و 2 تا فولبکش از لیگ برزیل آورد، از لیگ عربستان هم آورد. حقیقتا من با حرفت مخالفم. برزیل این هریتیج برزیله که از لیگ خفه شد. هریتیج برزیله که از داخل دست ما خلاص شدیم تو اومدی. کلا یکی با اونجا باشه. یکی اونجا هست. ببین هریتیج برزیله که از لیگ خودش بازیکنای رو بالا بیاره که هیچکس نمیشناسه و بیانو بدرخشن. چندین سال این واسه برزیل جواب داد. به نظرت کاکا داخل جام جهانی 22 واسه کجا بازی می‌کرد؟ این از نظرت چیه؟ بازیکنای وحشی داخل لیگ داخلی برزیل. اونا امضای کار تیم ملی برزیل. واقعا اینو راست میگه. مثلا کاکا وقتی که واسه برزیل بازی کرد داخل ساو پائولو داشت بازی می‌کرد، بعدش اومد میلان. بازیکن‌های زیادی رو داشتیم که داخل لیگ برزیل بازی میکردن، خیلی هم شناخت زیادی ازشون نداشتیم ولی دعوتشون به تیم ملی برزیل و اونجا خودشون رو نشون دادن. ولی یک جوری فوتبال میشه گفت عوض شده دیگه ما نمیتونیم به بازیکن‌هایی که تجربه بازیکن داخل استیج بزرگ ندارن رو بهشون اعتماد کنیم و الان هم دیدیم که بازیکنایی که دیدیم فکر کردیم مثلا ممکنه بازیکن جالبی در بیان، چه میدونم مثل همون قدیم باشه، دیدیم که واقعا کسافت محض بودن. من خواستم بگم که ژائو پدرو دیدیم نبودش چقدر ضربه زد به برزیل و البته بدشانسی هم آورد، چون به نظرم استوا اگه جای کی بود رایان بود اندریکو ول کن، اندریک اصلا تو دیواره. من الان داره استوا حرف میزنم، اگر بود واقعا خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. بدشانسی آورد. استوا اگر بود میتونست وینگر راست بازی کنه، رودریگو اگر بود میتونست وینگر راست بازی کنه و ایگور تییاگو رو نیاورد
آورد که فقط انگار جلو مراکش بازی کنه، چون ایگور تییاگو بعد بازی مراکش حتی یک ثانیه هم دیگه بازی نکرد. تییاگو رو جایی که نبایستی بازی داد. آره و کاملا اتفاقا جلوی نروژ که تیم فیزیکیه، تیم قد بلندیه، ایگور تییاگو میتونست روی اون همه سانت کار در بیاره به جای مخصوصا کی بود مهاجم نکشه، به جای اندریک. مخصوصا ایگور تییاگویی که داخل بازی‌های فیزیکی پرمیر لیگ بازی میکنه و تونسته بالای 20 گل بزنه، میتونم بگم که تعویضی بود. خب دیگه به کونیا رو که آورد بیرون میتونست چیزو بیاره. ده بز علی حرفی شد. چی میگفتی؟ میتونم بگم که ایگور تییاگویی که داخل لیگ انگلیس بازی میکنه و فیزیکشو به رخ مدافعای انگلیسی میکشه، میتونست جلوی همچین تیم فیزیکی هم خودشو بالاتر نشون بده. خب دیگه بس بریم واسه برزیل نروژ و نروژ باید توضیح بدیم. آقای سولواکن بابا چه تیم روونی داره. اصلا کشور یه دست، تیم آدما یه دست، انسان ها یه دست. الان آدما با انسان ها چه فرقی داره؟ نه انسان ها منظورم با دسته خاصی از انسان. خب من دارم همون رو میگم. شاهزاده و پرنسس بیان بشینن داخل استادیوم تشویق کنن بعد برن داخل رخیان، یه دست. مقایسه کنید با قبرستون. و اصلا آدم نروژ رو میبینه دلش میخواد که نروژی باشه، ولی خب تو 5.5 میلیون نفر ما جایی نداشتیم. نروژ میره تو 4 تا یا نه؟ من به نظرم انگلیسه. آره نه اون آخرش پیش بینی ها رو میریم. بذار تا وقت هری کین کوتاه نمیاد. انگلیس امسال اصلا الان دیگه تو انگلیس اومدیم، بریم سراغ مکزیک انگلیس. شروع کنید. کم آروم باش. در کل بازی بعدی هم مکزیک. آره دیگه من میگم بریم سراغش. چه بازی کنیم. مکزیک یکی از تیم‌های مورد علاقه‌ام بوده تا اینجا. گل هم نخورده بود تا اینجا، باخت هم نداده بود تا اینجا، ولی خب دیگه ببخشید جود بلینگام، هری کین، پیکفورد، این همه بازیکن تاپ، دیگه واقعا مکزیک نتونست اون یکی گلی که نیاز بود واسه مساوی رو بیاره بالا. در مورد بلینگام بعدیشو گفتیم، من الان خوبیشو بگم. دستورالعمل استفاده از بلینگام دست توخل بود توی این مسابقه. من بعدی بلینگام نگفت. نه تو بازی قبل مثلا گفتین خیلی خوب نبود، ولی داخل این بازی قشنگ دستورالعمل دست توخل بود. اضافه میشد به موقع داخل باکس مثل گل دومش، پاسای عمقی عالی میفرستاد مثل گل اولش که داد به ساکا، بعد رفت اضافه شد خودش گل زد و بی‌نظیر بود. به نظرم یه پکیج کامل از جود بلینگام بعد از 2023 دیدیم که با 2024 دیدیم که با رئال قهرمان چمپ شد. ببین بلینگام هیچ وقت نقش پلی میکر بازی نکرد. آره بلینگام یا باید مهاجم کاذب بازی کنه یا باید یک هافبک باکس تو باکس بازی کنه که داخل دورتموند و اولای رئالش هم همین دوتا حالت رو بازی میکرد. الان همه ازش انتظار دارن جایگزین مودریچ باشه، اصلا غیر ممکنه. این دو تا سبک مختلفن، واقعا دو تا سبک خیلی مختلفن. تو نظر چیه در مورد انگلیس؟ چون توخل هم آلمانیه و میشناسیش. توخل من فقط اگه چیز به خاطرش ممنونم که هری کین رو آورد بایر، هرچند کیم اینجا هم آورد ولی هری کین هم آورد. این قشنگ مشخصه که مهاجم مورد علاقه قشنگ، یعنی اویارزابال برای اسپانیا همون نقشی داره که هری کین برای توخل داره. بهم برخورده تو با هم مقایسه کردی. منظورم از لحاظ دوست داشتن مربیه. و هری کینی که بابا حتی بسه تا همینجا هم که بیاد داخل توپ طلا ببر. خب در مورد مکزیک چیزی دیگه می‌خوایم بگیم. خاور آگیره هم رفت. ها در مورد فغانی می‌خواستم بگم. راز فغانی داوری موضوع بود. داخل مکزیک هوا طوفانی، کارتل اینطوری، همچین بالزایی فقط آقای فغانی میاد که یه پنالتی به ضررشون بگیره. یعنی قضاوت بالانسی انجام داد دیگه، هم اخراج کرد. قضاوتش عالی بود. آره یعنی بهترینه. فکر کنم چیز فینال هم شد. نامزد فینال هست، به خاطر اینکه تیم آسیایی نداریم به نظرم میتونه سود بزنه، چون فیفا همیشه داوری رو از قاره‌ای میذاره که تو فینال نباشه طبیعتا. قاره آفریقا. نه مارکش ممکنه. سبا جایت. اگه دفعه بعد دیدی فغانی سیاه تر شک نکن. خودش اصلا نیست. بریم سراغ آخ. ببین به عنوان یک فن اسپانیا بگو. نه من فن اسپانیا نیستم، من بمیرم فن اسپانیا باشم. الان گفتی فن اسپانیا. فقط آرژانتین. من میترسم میکروفونا قطع و وصل دارن میشم اونجا، برای همین
هی دارم چکشون میکنم. نه نگرانش نباش. اون تیکه‌ای که حرف شورت میخوایم بذاریم اون مهمه، بقیه‌شو کسی. ببین اسپانیا رو نمیشه گفت، نمیتونی بگی بدت میاد، ولی من حالم ازشون به هم میخوره. اینو گفتم قبلا، گفتم چندین سال من دارم میگم من حالم از اسپانیا به هم میخوره. حالا مثلا از تیماشون خدای خوشم میاد دیگه، بارساس، رئال، نمیتونی بدت بیاد، ولی تیم ملیشون نچسبه. من اصلا از اسپانیا و پرتغال باشون حال نمیکنم، واقعا نمیدونم من چرا. حال نمی‌کنم. تو نظرت چیه در مورد اسپانیا؟ بیا بذار اسپانیا تیم ملی کرنی داره، یعنی چجوری بهت بگم، قشنگ نمیشه فکر کنم نچسبه. آره اینو بگو. داخل بازی پرتغال هم به نظر من بهترین بازیکنشون دنی اولمو بود، نه پدری نه رودری، هیچ کدوم. واقعا پدری عملکرد خوبی نداشت، همون دنی اولمو به نظر من واقعا بهترین بازیکن. ببین دو تا کچل بی‌خاصیت، این که هیچ، هم دلافونته هم مارتینز. الان اول میخوام در مورد دلافونته بگم. اون موقع که کچل شدی اون موقع میبینم سرت میاد، مطمئنم. من نمیرم مربی اسپانیا بشم و بخوام ادعا کنم که من تیکی تاکا بازی نمیکنم ولی همون کثافت رو انجام میدم. تیکی تاکا کثافته. تیکی تاکا واسه اسپانیا پاس رو به عقب، دو تا تیم داشتن یه سبک بازی میکردن. پاس رو به عقب، نه یه پاس خط شکنی، نه استفاده از خلاقیت یامال و بازی دو وسط زمین بود. و وقتی که بازی وسط زمینه و تو داری اینو میخوای که هافبکات مدام به هم پاس بدن، حالا یارو به جلو یارو به عقب، دو تا تیم پدریو یکی داشت، اون یکی ویتینیا رو داشت، دو تا احمق دوتا رو تعویض کردن. مگه نه قرار نبود بازی بره وقت اضافه دیگه؟ مگه قرار نبود بازی بره 120 دقیقه؟ خدا نیاز داره که تو 120 دقیقه بازی رو با هافبکات کنترل کنی، با پدری که قدرت حمله توپ فضایی داره کنترل کنی، با ویتینیا کنترل کنی و این دوتا رو تعویض میکنی. کلا 2 نفر داخل پرتغال غیرت از خودشون نشون دادن داخل این بازی که یکیشون مصدوم شد، نونو منده شد، دیگو کاستا بودن. و از اون لحظه منظورم با رونالدو، یعنی فکر نکنم آره نه در کنار رونالدو، در کنار رونالدو منظورم. بعد در مورد پرتغال میگم و اون نونو مندز از لحظه‌ای که مصدوم شد پرتغال رفت افت دیگه، اصلا باز شد کامل. اصلا برای یامال فضا باز شد و یامال از این فضا استفاده می‌کرد. میکل مینا هم که اومد باز مثل بازی با آلمان نیاز بود یادآوری کنیم دروازه رو باز کرد. حالا بریم در مورد پرتغال. یه حرف آخری میخواستم بزنم البته یادم رفت باشه. ببین یه چیزی که واقعا تو فکرشم، اول اینو بیان کنم، من نه اسپانیا خوشم میاد، نه علاقه خاص به بارسا دارم، نه پدری و یامال خیلی دوست دارم، ولی امیدوارم پدری و یامال با اسپانیا یه جام دیگه ببرن یا حداقل یه جام جهانی ببرن، به کاتالوگشون اضافه بشه، چون که واقعا بازیکن‌های به شدت خوبی هن که گیر مربی افتاده که نمیدونه چطور بهترین ازشون در بیاره. سراسر که دوتاشون حداقل 3 جام جهانی دیگه وقت دارن. پدری 22 سالشه، یامال هم 19 سالشه و به نظرم اسپانیا حتی تو این تورنمنت هم شانس داره. حالا تو بخش پیش بینی‌ها میگیم. حالا در مورد پرتغال سقوط میکنن. در مورد پرتغال بارها حرف زدیم که چقدر روبرتو مارتینز اصلا دلش کن روبرتو مارتینز حرف نزن و چقدر به درد نخوره. باز هم تکرار میکنیم. نه من میخوام به چیز بگم، من میخوام به بازیکن‌ها بگم، چون روبرتو مارتینز که همونه علاوه بی‌غیرتی که خیلی بی‌غیرتن. ببین اونها ویتینیا، حتی نونو مندز، ژائو نوس، برونو، همه اینا شما بازیکنایی هستین که مردم دنیا به خاطر شما فقط 10% به تیم پرتغال توجه میکنن و به خاطر خود رونالدو 90% به تیم پرتغال توجه میکنن و شما اون 10% انقدر براتون مهمه که نمیذارین اون بخش عمده‌ای که باعث توجه به تیمتون موفق باشه. مثالش همین آقای برونو فرناندز. چطور بازیکنی که بهترین بازیکن پیل که پرفشارترین لیگ دنیاست با 21 پاس گل رکورد بزنه بیا تو جام جهانی اینطوری بازی کنه؟ مگه شما خودتون تروفی نمیخواین؟ مگه شما خودتون جام جهانی نمیخواین؟ مگه آفرای خوب نمیخواین؟ البته بگم سرمربی هم تاثیر داره طبیعتا. ببین سرمربی تاثیر داره، اون روحیه‌ای که تو خود بازیکناست و بین بازیکن‌ها جریان داره این عامل. حالا من چیزی اون اتحاد ظاهری بود، من گفتم قبل. یه چیزی من بگم، من از اول گفتم واقعا حال به همزن بودن این تیم تقصیر رونالدو اصلا نیست. نه. یک تیکش تقصیر رونالدو میتونه باشه ولی نمیتونیم بگیم همش تقصیر رونالدو. تا الان تا چطور بگم تا
2 جام جهانی پیش 22 رو حساب نکنیم، تنها کسی که پرتغال رو مدعی باعث شده پرتغال مدعی هر چیزی باشه رونالدو بوده. تا الان هر چیزی که پرتغال داره رونالدو اومده. اصلا کلا فکر کنم 3 تا جام دارن، 3 تا هم رونالدو براشون آورد. آره خب ما بگو عزیزم بگو قربونت. ببین داخل بازی جلوی کرواسی ما دیدیم که این تیم پرتغال هر چقدر هم سوپر استار داشته باز به اون یک دونه بازیکنی که مثل رونالدو نیاز داره. من چون که میلانی هم اینو نمیگم، ولی داخل اون بازی رافالیا وقتی که اومد داخل نشون داد که واقعا این پرتغال به یه نفر نیاز داره. رافالیا وقتی که اومد خیلی قشنگ بازی کرد، دریبل قشنگی داد، چندین شوت زد، یکیشون هم به تیرک خورد و در نهایت هم پاس گل محشری که به گونکالو راموس داد. یعنی ما دیدیم که این پرتغال این تاکتیک های آقای روبرتو مارتینز نیاز به درخشش فردی داره. دقیقاً. یعنی اون بازی اون سالی هم که بلژیکو تونست 2018 سوم کنه، پرایم هازاردی بود که نصف وینگرها رو میخورد و پرایم دیبروینه بود، دیبروینه و لوکاکو سوم شده تازه. منم میذاشتن. آره و چیز میخواستم بگم علی راست میگه 3 جام این تیم با رونالدو برد. حالا اگه لیگ ملت‌های اروپا رو که حساب نکنیم چون خیلی مثلا جام خفنی به حساب نمیاد، اون یورو 2016 که رونالدو با پرتغال برد، چرا برد؟ اون تیم غیرت داشت. آرتین موقعی که رونالدو مصدوم شد اونا همه جونشون رو گذاشتن تو 120 دقیقه که فرانسه رو ببرن تو خاک خودش و قهرمان بشن. و ما این تیم رو زمان فیگو هم بودیم دیگه، با فیگو هیچی به دست نیاورده، با اوزبیو هیچی به دست نیاورده و اونا اسطوره، اون اسطوره ها رو دارن میذارن در کنار رونالدو. نظری چیزی گفتم دیگه رونالدو یکی که و رفت خدا رو شکر استعفا داد الان میره یه تیم دیگر بعد دنبال اینه مثلا ببینه نسل طلایی مثلا 20 چی هست نسل طلایی. خدا رو شکر ما با یورگن کلوپ بستیم، این قرمسا قرار نیست بیاد. اصلا کثیفه مربی ذاتاً کثیف. چرا بهش تیم میدن اصلا نمیدونم. ولی هازارد 2018 وای به نظر تو سال 2018 بهترین بازیکن جهان کی بود؟ مودریچ. چی؟ چون تو به طلا برده یعنی مودریچ. ببین تو کرواسی هم زیر نبض مودریچ می‌جرد. مودریچ خیلی خوب بود ولی واقعا ادن هازارد. مودریچ اون سال خوب بود، هازارد خوب بود، امباپه خوب بود با گریزمان و ژیرو. دو تا اصلی هم نگفتی. مسی رونالدو خب خیلی خوبه. مسی رونالدو که خوبه، سری هم هستن دوتاشون یکیشون. مثلا از ضعیفی پرتغال اون سال همینقدر برات بگم که جلو اوروگوئه حذف شد. ببین اوروگوئه داری حرف میزنی که کاوانی سوارز بوده اون زوج کاوانی سوارز و خوفناکه. آرژانتین حالا مثلا آخرین باری که مربی آرژانتین اسکالونی نبود همون جام جهانی 2018 بود دیگه، بعدش اسکالونی اومد. تیمشون واقعا ضعیف بود. دروازه‌بانشون فرانکو آرمانی بود که اون موقع 37 سالش بود دیگه، نمیدونم الان چند سالشه و خیلی بد بودن اون سال هم آرژانتین هم پرتغال. بریم سراغ آمریکا بلژیک دیگه یکم سرعت بدیم. اول کارت قرمز بالوگان که برگشت. دلغک بازی، این چه مسخره بازیه. سیرک یاد فوتبال جام جهانی زنگ میزنه الا این فانتینیو. فکر میکنم ترامپ فکر میکرد که اگر بالوگان اخراج شده تیم باید با 10 نفر داخل زمین. یک خواهش دارم از آمریکا، لطفاً هیچ وقت یک ایونت اسپورت رو برگزار نکن، همون سوپر بول رو برگزار کن، بقیه رو ول کن لطفاً. هیچ وقت به فکر فوتبال نباش، هیچ وقت فوتبال برگزار نکن. یه چیزای اضافه کردی به فوتبال، حال آدم به هم میخوره. هایدریشن بریک، انتر مگه والیبال هایدریشن بریک چی میره تو سرعت بازی؟ ببخشید مگه نه جام جهانی داخل همیشه تابستون بوده؟ آره تو تابستون داخل آفریقا بازی کردن هایدریشن بریک نبوده. تو چی میگی؟ اصلا جام جهانی قبلی که تو قطر بود تو پاییز بود دیگه. تو پاییز قطر هوا بیشتر از اینی که الان هست گرمه و هایدریشن بریک نبود و میزبان المپیک بعدی هم هستن. المپیک 2028 هم تو لس آنجلس. یه ریدمان دیگه. یه کوپا گرفتن، یه المپیک جام جهانی دیگه فکر نکنم. بریم سراغ بازی. شارلز دکتلار بالاخره بعد از 4 بازی دکتلار خوب شد.
چند میلیون دلار بلژیک خوب شد. هیچ گوی نخوردی، اومدی رفتی آتالانتا یاد گرفتی فوتبال بازی کنی. من هیچ چیزی بر علیهت ندارم، بازیکن خیلی خوبی هستی، به بایرن هم لینک شده بودی. آره. و واقعا بازیکن خوبیه، ولی این یه چیز دیگه هم ثابت کرد. آقای رودی گارسیا هم همون منیجریه که دنبال عملکرد شخصیه. دقیقاً. آره. هیچ تاکتیک مشخصی نداره. ازش پرسیدن چرا دوکو و دیبروینه رو گذاشتی بیرون؟ و اگه از روز اول جام از این پرسیدن خودم فکر نمی‌کردم که همچین تصمیم بگیرن. خودش اصلا مشخص بود که دنبال این بود که دوکو و دیبروینه بیان کارو براش در بیارن و نیاوردن. دوکو که اصلا افتضاح بوده تا الان. حرفی نداریم در مورد بازی. 4 تا زد، مالک تیلمن دوباره ایستگاهی زد به بلژیک، تنها گل آمریکا بود و تیم پوچتینو به نظرم بسش بود. آره واقعا. یک هشتم بسش بود. آمریکایی که رودی گارسیا بره دیگه. ولی اسپانیا و بلژیک جذاب‌تره طبعا. بالگان هم هیچ کاری نکرد، واقعا ارزشی رو نداشت جبهه فوتبال رو اینطور خراب کنی. آقای احترام. بریم سراغ یکی از باری دیگه. بهترین باری بازی. بذار از اول بریم. اینا صبر کن، اینا اینطوری کنیم بذارم تامه. رو مثلا می‌خوایم مسی رو بذاریم مثلا اینجا داریم میبوسیمش مثلا. ببین ویدیو خوبیه. بیاین لبا رو قاطی کنیم. چی بگم در مورد این؟ بذار اول با گلای مسی بریم جلو. آره. گل اول که رو اشتباه زوج دفاعی بود و اون سری که امیلیانو مارتینز اصلا عملکرد خوبی نداشت روش. مسی تا زمانی که گل اولو زد داشت خوب بازی می‌کرد. ولی خب اون ذات کثیف خودش رو نشون داد. بلافاصله بعد گل اول یک طوری رفت تو دفاع. صلاح ولی خب رو ضد حمله می‌کردن، یعنی آره. اونجا مثلا خیلی خطرناک بود. یه گل هم زدن که مردود شد به خاطر خطای روی بازیکن آرژانتین. نه من میتونست مردود نشه، آره ولی خدا رو شکر میتونست مردود مردود شد. بشه. دوباره خود همون زیکو گل زد، یعنی اورو کورنرا وحشتناک بود. مصر وحشتناک زیکو بود. ترزگه زیکو زیزو ترزگه عجیبه. مصر. بعد از دقیقه 70 بازی باز تعریف شد برای آرژانتین و به خاطر کی؟ به خاطر به چی خاطر بگم؟ کی؟ به خاطر کی؟ لیونل مسی. جای اسم یه آرژانتین ویدیویی بعد هست. بذارن مسی، تیم ملی این مسی. ویدیوشونه داخل رختکن. میخوای ادیت داخل ادیت؟ آره داخل ادیت صداشو میذارم. کم پاپا. داخل ادیت این 50 ثانیه رو ببینید بیاید. نه لازم ببینم. ببینید حالا این 50 ثانیه رو مقایسه کنید با رختکن پرتغال. اصلا ببین عاشقانه مسی و کشورشون رو دوست دارن و عاشقانه میدونن که زیر سایه مسی میتونن به افتخارات برسن. آره. مکالیستر این که اسکالونی هم تیمو رو محور مسی چیده خیلی. دقیقاً. کار قشنگه. اصلا درستش همینه. کاملا. مکالیستر زیر سایه مسی لیورپول، انزو فرناندز زیر سایه مسی چلسیه و انقدر خوبه. امی مارتینز انقدر محبوبه. خولیان آلوارز دیگه آدم نبود. چیز قضیه بلوندار میاد باشه بگی. بلوندار که اونایی که داخل تیم باشگاه بازی نکردن. بله بیانش خواهیم کرد. و آرژانتین تونست با یه کامبک جون آمیز یه بلاخ بده به رود نیل و اصلا بفرستادشون خونه. تستوسترون در حد 500 بود واقعا این بازی. من به شخصه دیگه
چیز میشدم. بعد اگه مسعود میکرد دیگه نسبت به ادامه جام بی‌حس بودم. واقعا حق. ببین شگفتی سازی تا یه جای خوبه. آره. اما دیگه یه جای بعد خراب میکنه جامو. خداحافظی کنین دیگه برین. و ژنرالی که از این تیم مساویه. کاری به ژنرال ندارم. مسی چه گلی زد. آره واقعا. چه گل رو پای خوشگل. ببین گل دوم اگر برین 10 بار دیگه سحر نگاه کنی ای توپ کامل رو استوکش نیست. آره. با بالای استوکش یه جوری با قدرت میزنه که توپ میره تاق دروازه و این شوبیر بیناموس که خیلی توپ گرفت ولی خب دیگه آخرش آره. و این هم از بای بای مصر و آرژانتین. بریم سراغ بازی آخر. بذار این مطلبی رو بگم. بذار بعد بازی رو نه بذار اینو بگم. بگو. کدوم؟ آره. اونم فریکیکی که پنالتی فریکیک خیلی. ببین یه چیزی که به ذهنم رسید و واقعا به نظرم خیلی چیز جالبی بود اینه که آقا سال 2002 خود جام جهانی اصلا با قیافه و اون مدل موی رونالدو نازاریو تو ذهن هممون قرار بمونه 100%. ولی رونالدو نازاریو 2 سال فوتبال بازی نکرده بود، یعنی 2 سال فقط تو ریکاوری بود. مستندش هم ببینی خیلی جالب بود، اصلا یه جاهای وحشتناک میرفت تو چین ریکاوری میکرد، خیلی چیزای جالبی بود مستندش. ولی رونالدو نازاریو 2 سال بازی نکرد، اومد 9 تا گل زد، توپ طلا رو برد. یعنی بعد از 2 سال اومد تو یه جام جهانی 9 تا گل زد، توپ طلا رو بهش دادن. حالا من نمیگم این توپ طلا حتما برای مسیه چون که مسلما هری کین هست. آره. ولی اینو دارم میگم که اگه یه بازیکنی عملکردش داخل جام جهانی خوب باشه 100% شانس خیلی بیشتری برای توپ طلا داره نسبت به بازیکن‌های دیگه و کامپتیشن‌های دیگه. و به نظر من کم کم عثمان دمبله برای بردن توپ طلای دومش شانسش داره محو میشه، چون که بازیکن‌ها مثل ارلینگ هالند هستن، بازیکن‌ها مثل مسی هستن که عملکرد خیلی بهتری داشتن و الان دارن به جاهای بالاتری میرسن. و به نظر من این چیزام این موضوع زیاد تکرار شده که فقط به خاطر جام جهانی برده باشن. کاناوارو نمیگم که اون سال بازیکن خوبی نبود، اون سال یکی از بهترین مدافعا بود ولی بهترین مدافع اون سال هم نبود، ولی باز به خاطر عملکرد جام جهانیش توپ طلا رو برد. اصلا اینه که مدافع ببره خودش یه چیز دیگه کم سابقه است. میشل پلاتینی سالی که کار خاصی نکرد توپ طلا رو برد به خاطر عملکردش داخل تورنمنت ملی. و حتی عملکرد مسی تو این جام جهانی هم بهتر از جام جهانی پیش تا اینجا. آره چون داخل اون جام جهانی با پنالتی مثلا 2-3 گل زد، الان با هیچ پنالتی 7 گل زده، یعنی 7 گل خوشگل زده و اگه اونا رو گل می‌کرد الان 9 تا زده بود. آخر بازی هم سرمربی مصر رو داداشش برو بمیر بابا نینجا ترتل فوتیفار آنخماو فوتیفاره آنخماو. نه ایتمن برای ایتمن بودن خیلی چاقه، اون فوتیفاره. برو بمیر. 9 تا گل داره داخل این جام جهانی. بذار نگاه کنم. آخه هالند 8 تا داره انگار. میزنه اینجا؟ نه نمیزنه. بذار نگاه میکنم من. یکم منتظرمون بمونین، یکم کندیم. سرعت پایینه. مسی تا اینا دارن چک میکنم من یه چیز دیگر هم بگم. لیو مسی هر وقت که فکر میکنی دیگه داره محو میشه یه تورنمنت ملی میاد اینطور میاد داخل همه. این واقعا همه میگن ورژن 2012 مسی و اینا، ولی من به نظرم مسی ورژن تورنمنت های ملی فکر کنم 9 تا گل داره. فکر کنم 9 تا زده. آره 9 تا زده چون هالند 8 تا زد و مسی که بیشتر همه داشت. شد رقابت داغی برای کفش. آره یعنی واقعا هر تیمی ببره حقش. بریم سراغ سوئیس کلمبیا. کی دید سوئیس کلمبیا؟ ببین من خیلی من ناراحت شدم برای لوئیس و گفت بازی کثافتی بود. آره دیگه 0-0 تا 20 دقیقه، ولی دلم برای لوئیس سوخت. نه اینطور میشه. من دلم برای خامس سوخت. خامس تو خفا واقعا خداحافظی کرد و ما دیگه خامس رو در پیراهن کلمبیا نمیبینیم. و سوئیسی که روزی که جام شروع شد جلو قطر مساوی کرد تو خوابش هم نمیدید اینقدر بچرخه که بیاد داخل 8 و یه لقمه راحتیه، یه پیشبازی برای آرژانتین میتونه باشه. پیشبازی میخورتش بدون شک دارم بدونم که جلوی انگلیسیان رو بشه.
حرف نزنیم در مورد این بازی. از سوئیس ناراحت نشدم که سوئیس اومد. آره سوئیس ببین سوئیس تیم قشنگ چند سال دارن خوب بازی میکنن به نظرم لیاقتشو دارن بیان بالا. یه سال هم تو یورو فرانسه رو حذف کردن که ژردان بود. ژردان ژاگیری. میریم اول برنامه بازی 1/4 رو بخونم بعد بریم دونه دونه پیش بینی کنیم تا فینال و قهرمان. مراکش فرانسه پنجشنبه ساعت 11:30، اسپانیا بلژیک جمعه ساعت 10:30. نروژ انگلیس در اصل شنبه ساعت 12:30 شب و آرژانتین چرا ساعت 4 ریدم تو آمریکا. آرژانتین سوئیس 4:30 صبح شب یک شنبه. دیدم تو خراب بودی. پیش بینی. نه من میخوام آخری بگم اتفاقا. اول بدیم یه مهمون آقا پیش بینی کن. یعنی چی؟ بده میکروفون رو پیش بینی کن. مهمون گمناممون. فرانسه مراکش. نه بهش فرانسه مراکش. ببین مهره‌ای فرانسه غنی ترین تیم این تورنمنته. ولی مراکش هم شگفتیه این تورنمنت بوده به نظرم. شگفتی که دیگه نیست. 20 تا سوم چهارم اومد دیگه. اسم بگو به ولی باز هم نظرم. مثلا به عنوان مراکش فرانسه مراکش. اسم یه فرانسه اسپانیا بلژیک خیلی نزدیکه. ولی من اسپانیا الان مثلا چون با پرتغال اگه بخوایم بگیم طوری که بازی کرد و اینا و مثلا با عمل کردی که الان مثلا پدری و رودری و اینا کلا تو دیوارن به نظرم بلژیک. نروژ انگلیس عجیب بود. اوکی نمیدونم میخوای فقط اسم تیمو بگو دیگه نمیخواد تحلیلش کنی سریع وقتی کم رندر کنم. واسم مهره‌ای بخوام بگیم واسم انگلیس آرژانتین سوئیس دوست دارم آرژانتین ببره دیگه. فرانسه بلژیک نیمه نهایی. فرانسه فینال بلژیک رده دشام قویه. آرژانتین انگلیس. او منو مارک دیگه نمیشه گفت. خب تو بگو. فرانسه مراکش. فرانسه. اسپانیا بلژیک. اسپانیا. نروژ انگلیس. آرژانتین سوئیس. آرژانتین. نیمه نهایی فرانسه اسپانیا. فرانسه قطعا. آرژانتین انگلیس. نه دیگه بگین تا فینال دیگه. آقا دیگه غریزه است دیگه. من به نظرم یه حس میگه انگلیس امسال میتونه آرژانتین رو بزنه. انگلیس فرانسه فینال قهرمان. اوف من دوست دارم انگلیس ببره. انگلیس. ردبندی هم بگو دیگه. ردبندی چیکارش داری؟ ردبندی هم بگو. آرژانتین و اسپانیا. آرژانتین 100. خب پس نظر آرتین انگلیس اول، فرانسه دوم، آرژانتین سوم، اسپانیا چهارم. آقا علی بسم الله. فرانسه مراکش. فرانسه. اسپانیا بلژیک. اسپانیا. نروژ انگلیس. آرژانتین سوئیس. فرانسه اسپانیا. فرانسه. بعد گفتی سوئیس؟ آره. سوئیس انگلیس. بعد انگلیس فرانسه. بعد سوم سوئیس اسپانیا. پس سوئیس میگه چهارم میشه. به نظر من سوئیس میتونه. سوئیس چهارم میشه، اسپانیا سوم میشه، فرانسه دوم، فرانسه اول میشه، انگلیس دوم میشه. حالا نظر من فرانسه مراکش فرانسه، اسپانیا بلژیک اسپانیا، نروژ انگلیس نروژ، آرژانتین سوئیس 100% آرژانتین. نروژ نظرته باشه. برای نظرمه دیگه. الان خوبه نروژ بیاد بالا. فرانسه اسپانیا فرانسه فینال، آرژانتین نروژ آرژانتین فینال، اسپانیا نروژ چهارم، اسپانیا سوم. پس من میگم که آرژانتین اول میشه، فرانسه دوم میشه، اسپانیا سوم میشه، نروژ چهارم میشه. به نظر من حق نروژه که بره رو سکو. یعنی با مقدماتی جام جهانی که اونا همه رو رنده کردن، حتی ایتالیا رو دوبار، و اینجا هم همه رو رنده کردن، نروژ باید بره. اگه قرار باشه هری کین رو حذف کنن میتونه بیاد رو این سکو بشینه. آره کاملا. داره میگه هری کین، نه مجموعه تیم انگلیس، نه ترکیب هری کین، جود بلینگهام، همه رو با هم، جان و مارک گهی که هالند میخوره دو بعد گهی و جانستون هم تیمیش هم هست. جانستون قشنگ قلقه هالند دستش کاملا میدونه بعد چیکار کنه. حالا نظرم دیگه. نظر. خب
اپیزود بعدی ما بعد از 1/4 یه بار دیگه میگم اگر لطف میکنید اینو از اکسپلور چرا تو یوتیوب کیک نمیرین؟ میبینید این ویدیو رو، ما میخوایم لایو بریم فینال، عادی نکردن میریم کیک، ما لایو رو میخوایم، فینال میخوایم لایو بریم و کیف کنیم با هم. آقا فینال رو خود ترجیح میدن خودشون ببینن تا من هم ترجیح میدم گزارش کنم فینال رو داد بزنم. خب حرفی چیزی حرفی سخنی ندارم. حرفی سخنی نظرم خدا نگهدار. شما حرفی سخنی نداری؟ خدافظ. بیشتر بیا استودیو فودی کرد. نودل آوردم. چند تا بردی؟ خب امیدوارم واو. که لذت برده دل خرجی باشید. کرد. تا ما این نودل درودی بخور، خدا. دیگر بدرود.